سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم براتون ادیت درست کنم برای لوگوی یوتیوب، لوگوی سابسکرایب یوتیوب. خب الان میزنیم روی ویدیو و روی جدید که زدیم اینجا نگاه کن، کلی پرده سبز داره. برای دانلود این پرده های سبز باید برین این برنامه رو دانلود کنید. این باکس رو باید دانلود کنید. بعد از دانلودش خودش میاردش، خودش پرده های سبز رو میاره. خب وارد انشات بشید، روی ویدیو که زدیم جدید رو بزنید. حالا که همه چی تموم شد، الان من مثلا عکس انتخاب میکنم، ولی شما هر چی دلتون بخواد میتونید انتخاب کنید. خب من مثلا این گربه رو انتخاب میکنم. این گربه رو که انتخاب کردم باز یک بار میارمش تا پایین. خب این که تموم شد، روی برچسب میزنیم. روی برچسب که زدیم، الان روی برچسب هم میزنیم دوباره. بعد میایم یکم این طرف اینجا. برای دانلود اینا باید بیایم آخرش و روی گزینه این فروشگاه این طرف باید روی این فروشگاه بزنیم برای دانلود سابسکرایب اینا دیگه. و روی این بزنیم خودش میاره این هاش مثلا. خب الان من میخوام مثلا بیام اینجا دکمه لایک و سابسکرایب، اینو یکم بزرگش کنیم اینجا بذاریم. خب بچه ها تا اینجا که کارمون خوب. بعدا یه لایک مثلا میخوایم چه لایکی، این 50 رو میزنیم. خب بچه ها اگه لایک هاتون به 50 برسه، یک آموزش برای پرده سبز عالی براتون میذاره، یعنی یه ادیت هپن. ولی اینجا باید بیاین یکم تکونیم چیزا دیگه درستش کنیم. این خوبه. الان کوچیکش کنیم.